آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است؟ گفتنی‌های تازه نغمه برای دوستداران و طرفدارانش و دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ نغمه در کشور امریکا توسط چه افراد حمایت می شود؟ گفتنی‌های تازه شفیق مرید داماد نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. نغمه هنرمند مردمی، چهره شناخته شده و یکی از هنرمندانی است که توانسته است در جریان کارهای هنریش در دلهای مردم افغانستان جایگاه رسانه‌ای خوبی برای خودش پیدا کند. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغان بوده است و کارهای هنریش بیشتر از 50 سال می شود که ادامه داشته است. وی در سن نوجوانی ازدواج کرد، اما چند نگذشت نغمه از همسر اولش جدا شد و راه هنر موسیقیش را جداگانه به پیش میبرد. تصاویر نغمه اکنون در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند محبوب برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است. دلیل این کار نغمه تاکنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست و اینکه آیا به واقعیت نغمه از همسر دومش هم جدا شده است و یا خیر، تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست. ولی نغمه هنرمند بی‌بدیل افغان بوده است که همیشه کارهای هنریش در دلهای مردم افغانستان جایگاه خاصی داشته است. ما زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا داریم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.